بیایید اعتراف کنیم. همه ما یک من آرمانی داریم که قرار است از فردا یا سه‌شنبه یا اول ماه متولد شود. من آرمانی از فردا رژیم میگیرد. من آرمانی از سه‌شنبه درس میخواند. من آرمانی از شنبه صبح زود بیدار می شود. مشکل اینجاست که این من آرمانی هیچ وقت سر قرار حاضر نمی شود. چرا؟ چون فردا فقط یک لباس مبدل است برای امروز کسل کننده. مغز ما از ترس شروع فردا را اختراع می کند تا از استرس امروز فرار کند. اما افراد موفق، مثلا یک برنامه نویس خفن، یک آشپز حرفه‌ای یا یک ورزشکار، با 3 ترفند ساده این بازی را میبرند. 1. ترفند کباب کوبیده نزن. یک آشپز ماهر میداند که برای خوردن یک ساندویچ بزرگ نباید سعی کنی همه را در یک گاز ببلی. آشپزها غذاها را خرد میکنن و خرد کردن یعنی کار را آنقدر کوچک کن که شروعش بی اهمیت باشد. اگر میخوایی ورزش کنی، به جای گفتن فردا 2 ساعت میروم باشگاه، بگو فقط همین الان کفش‌های ورزشی‌ام را میپوشم، حتی اگر بعدش دوباره روی مبل بنشینی. اگر میخوایی مقاله بنویسی، به جای گفتن از فردا کل مقاله را مینویسم، بگو فقط همین الان نام فایل را ذخیره میکنم و عنوان را مینویسم. نتیجه، شروع همیشه سخت‌ترین قسمت است. وقتی یک قدم کوچک مثل پوشیدن کفش یا نوشتن عنوان برمیداری، مغزت به حالت جریان میافتد و ادامه دادن 10 برابر راحت‌تر می شود. 2. ترفند 5 دقیقه فدرال. یک برنامه نویس یا گرافیست ماهر وقتی می‌بیند کاری روی دستش مانده، قانون 5 دقیقه را اجرا می‌کند. این ترفند برمیگردد به اینکه شروع کردن باید ساده‌تر از فکر کردن به شروع باشد. اگر کاری کمتر از 5 دقیقه طول می‌کشد، همین الان انجامش بده. مثلا پاسخ دادن به یک ایمیل کوتاه، مرتب کردن میز یا گذاشتن ظرف‌ها در ماشین ظرفشویی. اگر کار بزرگی داری، بگو من فقط 5 دقیقه روی این کار می‌کنم. بعدش می‌توانم هر کار دیگری که دوست دارم انجام دهم. نتیجه، تقریباً همیشه بعد از 5 دقیقه دیگر دلت نمی‌خواهد کار را رها کنی. چون مقاومت اولیه شکسته شده و چرخ دنده ها شروع به حرکت کردند. این مثل انداختن یک سکه در دستگاه بازی است. بعد از 5 دقیقه دیگر دکمه توقف را فشار نمی دهی. 3. ترفند پل بسوزان. آدم‌های فوق منظم کاری می‌کنند که انتخابی جز انجام کار نداشته باشند. این یعنی پل‌های پشت سرت را بسوزانی تا مجبور باشی جلو بروی. اگر میخوای صبح زود بیدار شوی، شب قبل گوشیت را در اتاق دیگری شارژ کن. یعنی پل دسترسی آسان به زنگ هشدار را بسوزان. اگر میخوای کار کنی و وسوسه اینستاگرام داری، برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی را از گوشیت پاک کن یا از یک نرم افزار قفل کننده استفاده کن تا گزینه اهمال کاری از بین برود. اگر میخوای برای آزمون بخوانی، به دوستت بگو تا شب از تو درس بپرسد. حالا آبرویت در میان است و مجبوری کار را انجام دهی. نتیجه، موفقیت‌های بزرگ به اراده فولادی نیاز ندارند. به سیستم‌های هوشمندی نیاز دارند که امکان شکست و اهمالکاری را از محیط حذف کنند. وقتی گزینه فردا را عملاً از بین میبری، مغز مجبور می‌شود در همین امروز کار کند. خلاصه، فردا یک تاریخ نیست. یک بهانه بیخاصیت است که توسط مغز تنبل ما اختراع شده. ترفند این است که کار را کوچک کن، یعنی کباب کوبیده، فوری باش، یعنی 5 دقیقه فدرال، و گزینه فرار را از بین ببر، یعنی پل بسوزان. حالا میخوایی با استفاده از کدوم ترفند اولین قدم را برای شکست سندروم فردا برداری؟